برابر بیشتر از اینو دارن؟ مگه صوفیانی که قبرهای مشایخشون رو عبادت میکنن همین محبت رو ندارن؟ پیامبر اکرم میفرماید که لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. کسی از شما ایمان نمیاره مگر اینکه محبتش، هوا، حواسش، همه چیزش تابع اون شرعی باشه که من باش اومدم. مولوی عبدالحمید دستبوسی بذاره که مردم بیان مثل اون صوفی سیفی که دستشو ببوسن، این کار نادرستیه. پیامبر اسلام صحابش تا سرحد پرستش اونو دوست داشتند، همچنان که ابو سفیان در پیش پادشاه حبشه گفت که هیچ کسی مثل اصحاب محمد رو دوست نداشته، لیکن با این حال این کارا رو نمی کردن. شخصی پیش حضرت عمر اومد اینجوری وایساده، گردنش کجه خورده، این خود به اصطلاح امروزی خود با ادب وایساده. عمر فوری اعتراض کرد، گفت که این گردن برای خدا باید کج باشه نه برای من. یه شخصی پیش پیامبر دستپاچه شد، گفت چرا دستپاچی؟ من پادشاه نیستم، من فرزند فلان زنی هستم که فلان غذا رو میخورد. یه غذا پیش با افتاده. مولوی عبدالحمید و هیچ شیخ طریقه و هیچ پیر و پاتار و قلندر و درویش و رهبری خامنه‌ای و دیگران حق ندارند که مردم رو ذلیل کنند. ما بر خامنه‌ای شیعه اعتراض کردیم که رهبر مملکت، که یک ملایی به نام آخوندی به نام مصباح یزدی که اسمشو من تمساح یزدی گذاشتم، رفت پاشو بوسید. گفتیم این کفره، سجده بر پای کسی جایز نیست. اون عبدالحمید همین فرهنگ آلوده و شرک آلود رو بیاره به نام اسلام مطرح کنه؟ همه این بت پرستی هایی که شما در تاریخ دیده اید، همه اینها علتش محبت زیادیه. علتش اینه که این محبت ها در چارچوب شرع نیست. ایشون اگه اندکی تواضعی داشت، اندکی خودشو نباخته بود، مردم رو مثل مولوی عبدالعزیز بعد از این کارا نه میکرد. عرض کردم مولانا ایشون ادعا میکنه که راه مولوی عبدالعزیزه، که بنده برادرشم، یک بار ایشون تو درس مولوی عبدالعزیز ندیدم. اگه بگم یک بار ندیدم، 6 سال بنده در درس مولوی عبدالعزیز بودم، ایشون یک بار بیشتر ندیدم، یا بگو 2 بار مثلا در مسجد نور. خب مولانا عبدالعزیز کارا رو من میکرد، تا حدی من میکرد که وقتی وارد مسجد میشد، کجا مولانا عبدالعزیز کجا عبدالحمید؟ زمین و آسمان تفاوته. هم از نظر علمیت، هم از نظر شخصیت، هم از نظر جرأت، هم از نظر تقوا، هم از نظر دور اندیشی. مولانا عبدالعزیز مینالید که این آقا فکرش کار نمیکنه، لیکن خب چیکار کنه؟ کی رو میذاشت؟ در شرایطی که در زاهدان بود به مولانا عبدالملک گفت، مولانا گفت من اهل این میدان نیستم. اون جنگی بود، و خداوند شهادتش قبول کنه. به بنده گفتم اگه دستور میدی چشم، ولی من دوست ندارم، من دوست دارم که ادامه تحصیل بدم. گفت بعد پشیمان میشی. گفتم اگه خدا ما توفیقی داد چه فرق میکنه، میریم خدمت میکنیم، چی ایشون باشه چی کس دیگه. توفیق نداد که هیچی. گفت بعد پشیمون میشی. من تعجب کردم چرا میگه بعد پشیمون میشی. با حالی اطرافیانشو میشناخت. من انسانی مثل مولوی عبدالعزیز برای انسان شناسی مثلش ندید. نگاه میکنه انسان ها رو میشناخت. یعنی با تجربه بود، مثلا نه اینکه غیب میدونست. و من شوخی میکردم، گفتم چلو صافی چی گنجش چیه، کله پاچش چی باشه. میخندید. و وقتی من برگشتم زاهدان، ایشون دست پاچه شد. خون از دماغش میومد تو خطبه ها فلان. چه وضعیه بابا. خب 2 سالی که دیدیم نه اذیتمون کرد، خیلی اذیتمون کرد. آخرش هم رفتم بیرون، گفتم از دست شما میرم بیرون.
اذیتمون کرد. آخرش هم من رفتم بیرون، گفتم از دست شما میرم بیرون. لیکن مهم این نیست، مهم اینه که اگه به جای عبدالحمید بنده انتقادایی که از مولوی اگه به جای عبدالحمید بنده انتقادایی که از مولوی عبدالرحمن چابهاری کردم خیلی شدیدتر بوده، با اینکه مولانا عبدالرحمن چابهاری نسبت به علمیت با ایشون قابل مقایسه نیست، علمیتش خیلی بالاتره. ایشون چه بگم، هنوز بعد از 40 سال فارسی نمیتونه خوب حرف بزنه. خب بگذاریم از این موضوع. ایشون بعد از 40 سال فارسی نمیتونه خوب حرف بزنه. خب بگذاریم از این موضوع. ایشون ولی هر کسی که مخالفت شرع کرد یا باید نصیحتش کرد. اولین گام نصیحت اینه که مخفیانه باشه. خب فعلا که راه قطعه، ایشون نه مخفی، نه کسی میتونه نصیحتش کنه، نه از یه مش دوربری که در اطرافشان چاپلوس ماپلوسایی که جمع کرده، شبان بی مخایی که جمع کرده که برای بوکس بازی تو حوزه بده. شما دیدی تو زمان مولانا عبدالعزیز در مدرسه در دارالعلوم یه نفر رو زده باشن برای باندبازی؟ یا اصلا از این حرفا نبود. ایشون جمع کرده مشتی شبان بی مخ، هر که مخالفتش کنه بوکس. همین کاری که خامنه‌ای در سطح کشور میکنه. این کارا نادرسته. کی میتونه ایشون نصیحت کنه؟ جز این بنده ناچیز کسی اصلا میتونه برایش حرف بزنه؟ من این حرفا رو اونجا میزدم، همونجا زاهدان بودم، همین حرفا رو میزدم. همه سرمایه عمر بنده همین حرفامه. فقط شما خوشتون نمیاد تلویزیون عوض کن، کاری نداره که. لیکن من میگم چه عبدالحمید باشه، چه قاسم باشه، چه کس دیگه باشه، هر کسی که اشتباه کرد اشتباهش رو باید درست کرد. ایشون خودش اگر تواضع می داشت، اگر واقعا یه صوفی حقیقی می بود، اگر خودشو نباخته بود، باید مردم از این کارا نهی میکرد، همچنان که مولانا عبدالعزیز نهی میکرد. آقا مولانا عبدالعزیز در مسجد دیگه دید هر کار میکنه، مسجد چهار چه کنم، مسجد سابق امام، مسجد نماز جماعت اونجا سابقا خونده میشد قبل از اینکه خیام اینجا درست بشه. دید راه دیگری نیست. هرچی من میگم مردم گوش نمیکنن. محبت داشتم واقعا. با مولانا جلیل الله خدا حفظش کنه، به صحت عمرش برکت بده، عالم بزرگواریه، مشورت کرد. عالم دوست بود ایشون. گفت بهترین راه اینه از پشت در باز کن. یه در باز کرد، راه شد از این موضوع. دیگه وقتی داخل میشد همه مسجد بلند نمیشد. با وجود این میومد بشینی بلند نشی. و چی من از پیغمبر بالاترم؟ نه اینکه دستو بگیرید بیای عسل بخورید. این کارا چیه؟ این کارا عوام فریبیه. و اما شما خودتون رو فدا کنید، اشکالی نداره، فدا کنید. ما این مشکل نداریم که شما ایشون رو فدا کنید یا فدا نه، خودتون برای ایشون فدا کنید یا نکنید. ما مشکلمون اینه که اعمالش مخالف شرع نباشه، مخالف دین نباشه، مرید پرور نباشه، مسلمان پرور باشه. مدرسه رو از غیر مقلد تخلیه کرده، چه از استاد چه از طالب. یه نفر اهل حدیث نیست، یه نفر سلفی نیست. این روش اصلا روش مولانا عبدالعزیز نیست. یه نفر ایشون به مدینه منوره نفرستاده. صوفیان ادعا میکنند که ما عاشق مدینه هستیم. خب اگه شما راست میگید مرید پرور نیستید، چرا همچنان که مولانا عبدالعزیز همه طلاب بلوچستان که رفتن با تزکیه ایشون رفتن، چرا صوفی عبدالحمید یه نفر رو نمیفرسته؟ برکه مرید پرورند، برکه عقلشون کوچکه، فکرشون کوچکه. علتش اینه. و این مرید پروری رو مولانا عبدالعزیز خدا رحمتش کنه مرد دور اندیشی بود. همین ایرادو از مولانا محمد عمر و از مولانا
عبدالرحمن چابهاری میگرفت، اینو مرید میپرد. البته این حرف علنی نمیزد، بین خودمون این حرفا رو میزد. بنده الان این حرفا رو علنی میکنم برای که میبینم قضیه خیلی داغ شده. به جایی که خاک پای اهل حدیث رو که مردم دعوت به سلفیت میکنن، دعوت به بازگشت به صدر اسلام میکنن ببوسیم، میان اینا رو طرد میکنن که شیعه راضی کنن، فقط به خاطر ارضای شیعه.